دین نمیخواد عوض کنی، اول خودت عوض کن. اول مرد بشو تا مردونه با هم حرف بزنی. حالا میخوای دینت عوض کنی؟ بعد چی میخوای عوض کنی؟ پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. خب یعنی چی؟ بسم الله عقلانی حرف میزنیم، تعصبم من میذارم کنار. آقا بله بهترین دین اینه که پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. حالا بفرمایید این پندار نیک یعنی چی؟ گفتار نیک یعنی چی؟ برای من توضیح بده. گفتار نیک یعنی که قشنگ حرف بزن دیگه. حالا نمونهش چیه؟ دیگه گفتار نیک. آقا این شما اینم دین زرتشت. بپرسید از آخونداشون آقا گفتار نیک و جناب زرتشت توضیح داده یا نداده؟ اگه توضیح داده کو؟ نشون بدید. فقط زرتشت 3 تا لیوان و 3 تا ظرف به ما معرفی کرده. یه ظرف گفتار نیک، یه ظرف کردار نیک، یک ظرف رفتار نیک. همین. یه افکار نیک و پندار نیک. 3 تا ظرفه. فکر خوب چیه؟ نگفته. سخن خوب چیه؟ نگفته. رفتار خوب چیه؟ نگفته. اما قرآن ما گفته. قرآن ما میگه گفتار نیک 8 نوع گفتار داریم. با پدر و مادرت ولا تقل لهما اف، با استادت قولا کریما، با آدم مثل فرعون صفت قولا لینا، در مورد ایتام قولا سدیدا، وقتی میخوای محکم حرف بزنی قولا ثقیلا، با آدمای باسواد، با فقیر میخوای حرف بزنی قولا معروفا، با زن و بچت حرف میزنی قولا، تازه قول معروف 8 نوع داریم. کردار نیکی آقای زرتشت میگه اون موقع مردم نمیفهمیدن، من فقط 3 تا لیوانو وقت کردم معرفی کنم، 3 تا ظرف رو، ولی گذاشتم تا قرآن بیاید مظروفشم بگه. کردار نیک چیه؟ قرآن میگه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. کردار نیک چیه؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کردار نیک چیه؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. کردار نیک چیه؟ ولا تقل لهما اف. کردار نیک چیه؟ لا تجسسوا. کردار نیک چیه؟ لا یغتب بعضکم بعضا. فقط توی یه سوره حجرات 18 آیه‌ای ببین در 13 تا دستور فرمان کلی اخلاقی اجتماعی قرآن گفت. فقط توی آیه 36 سوره مبارکه نساء 12 فرمان رو خدا فقط توی یک آیه گفته. و اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و ذی القربی والیتامی والمساکین و ابن السبیل. این قرآن ماست. حالا میخوای دینت عوض کنی؟ عوض کن. فقط به من ثابت کن قرآن از زرتشت با این تره و عرستا با هم میریم.